از اونجایی که بازار اعتراف داغه، این حاجی لکلک هم طبق معمول خودشو انداخته وسط تا از پولکی بودن آخوندا بگه. تقوا اونی نیست که با تقی وا بشه. بعضیا تقواشون با تقی وا میشه. یه رشوه، یه اشوه، یه کرشمه بیاد وسط. اما اصل اعتراف مال این فسیل عمامه داره که آخر عمری چهره واقعی خودش و باقی آخوندهای خمینی صفت رو خوب تماشا کرده. حالا الان برای ما چهره ما بانش واقعیش مستوره، همدیگه نمیبینیم. هر کدام چهره ای داریم در باطن جان ما، در باطن ها، در باطن چهره ای داریم. خدا پناه بر خدا. یکی چهره خوب داره، چهره خریس داره، چهره روح داره. افراد محکم گناهکار اون روز چنان با چهره‌های بد وارد محشر میشوند که خوک‌ها بهتر از اون هستیم. ولی فعلا خدا یک لطفی کرده به ما، از همدیگه پنهانیم، چهره باطن ما دیده نمیشه. این ظاهر نمی‌بینیم، چشم ابروی خوب داره، قد و قامت خوبی داره. به جای اینترنت برید سراغ ریشنت علما، توصیه‌ای ضایع از حجت الاسلام ویزیتور که میخواد تو دنیای واتساپ و فیسبوک واسه دکون تارنکبوت بسته آخوندا بازارگرمی کنه. بسیاری از مؤمنین متدینین نسبت به آینده فرزندانشون دغدغه دارن. واقعا هم جای دغدغه هست. با این سرابهایی که وجود داره، با این گردابها و موجهایی که وجود داره، یعنی سایت ها، اینترنت، مسائل دیگر، واقعا جای دغدغه و نگرانی هست. اگر ما و جوانان ما با مسجد انس داشته باشن، یعنی رفت آمده به مسجد داشته باشن و از محضر عالمان ربانی بهره مند باشن، جای نگرانی نیست. ماستمالی کردن سوتی‌های خمینی یکی از درساییه که تو حوزه تدریس میشه. یکی از استاداش این آیت الله شلغمه که میخواد میخانه رو تو شعر کیشمیشی امامش رفع و رجوع کنه. نمونش دیوان امام رو شما ببینید، پر از این واژه هاست. در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شد. این میخانه که امام میگه که میگه در اون رو روی من باز کنید، اونم نه فقط شبها، حتی روزها. منظورشون میخانه آبنگوریه. حالا ما حافظه ندیدیم، خب یه تصوراتی ممکنه پیرامونو به سر ما بزنه. امام رو که دیدیم که. پس امام وقتی میگه میخانه، منظورش اون محله عرضه آبنگور نیست. اینم بزبز قندی نظام که میگه ما بابای داعشیم و همه حرفای اینا رو امامش کهنه کرده بود. سر قضیه سلمان رشدی همینجا حکم سلمان رشدی امام داد. گفت ما بایستیم نگاه کنیم، شما به پیامبر، به همسران پیامبر، به اصحاب پیغمبر فحش میدید، ما بگیم چون اقتصاد ما در خطر تحریممون میکنید عیب نداره فحش بدیم. بعد گفت میترسم من این حکمی که دادم 10 سال نشه بعضیا بیان تو جمهوری اسلامی بگن آقا این حکمی که شما دادید سر قضیه سلمان رشدی برای دفاع از پیامبر خلاف مصالح کشور و دیپلماسی و منافع ملی بود. امام گفت میترسم 10 سال نشده یه حرفو بیان بزنن. یادتون هست که یه حرف آمدن زدن، 10 سال نشده بود آمدن گفتن. بعضی از مسئولین آمدن گفتن این حرف. گفتن این خلاف دیپلماسی بود. ظاهرا این بزبز قندی خیلی دلش برای دوران عربده کشی امامش تنگ شده، چون میدونه که بعد از ترکیدن بادکنک عظما تو منطقه دیگه خبری از اون ورجه ورجه نیست و به جاش همشون باید 2 پا قرض کنن و الفرار. ببینید کار نظام ولایت به کجا رسیده که حالا موضوع فساد تو دستگاه‌های مختلف این رژیم وامونده به سوژه جوک و هرهر و کرکر مهرهاش تبدیل شده.
واکنش کفاشیان به پرونده فساد در فوتبال. ذهن مردم متأسفانه روی این قضیه این مقداری خراب شده. واقعا فکر می‌کنم در اونجا فساده، ولی من خودم که در داخل فوتبال هستم هرچی میگردم فسادی نمی‌بینم. علت این که هیچ فسادی نمی‌بینه اینه که ابوالمفاسد یعنی همون سرکرده‌های سپاه همینجوری دارن اون بغلا میپلکن، وگرنه فساد چیزی نیست که دیده نشه، چون از سر و کول همه دستگاه نظام داره بالا میره. سخنرانی میکنیم در رابطه مبارزه با فساد و داخل سیستم خود ما که میاد میبینیم باز رفیق حاکم میشه. باز صندوق قرض الحسنه فلان درست میکنیم، به فرماندارا میگیم نفع 100 میلیون تومان، به شهردارا نفع 200 صندوق برسیم. غلط کردید شما این کار را میکنید. کی گفته صندوق قرض الحسنه صندوق خیریه درست کنید بعد به شهردار بگید 200 میلیون برس تو صندوق؟ نمیخواد الکی اینقدر داد و قال کنی. همه میدونن که سر مار فساد تو بیت ولایت و پای همتون هم توش گیره. در انتها توجه شما رو به هنرنمایی یک کودک با استعداد سوری جلب میکنیم که چشم بسته معمایی رو حل میکنه که خیلیا با چشم باز توش میمونن. بجد سوطان بشارع جد سوطان هذا وطن هنا بعد النزله كلها. اگه اهل قصه نیستی